همه میدونیم که این مجسمه عالم بزرگ ابوعلی ابن سینا است که در پایتخت تاجیکستان قامت افروخته است. اما باور دارم اکثر شما نمیدونید که امسال سینا به زیارت خانه خدا مشرف و حاجی شد. شاید حیران شوید و پرسید که چطور بعد از 1035 سال فوت حاجی. یکی از پیروان این طبیب بزرگ در تاجیکستان امسال از نام او زیارت خانه خدا کرد و ادعا دارد که اکنون سینا حاجی ابوعلی ابن سینا است. سعیدجان نادری پزشک تاجیک پس از 40 سال پژوهش زندگی و آثار سینا به جای این دانشمند به زیارت کعبه رفت. این عمل نادری در اسلام حج بدل عنوان دارد. به باور نادری ابوعلی ابن سینا احتمال از پرکاری و سرسانی ها برای زیارت خانه خدا امکان نیافت و این پزشک به جای سینا سال روان این فرض را انجام داده است. ایشان عبدالخلیق جان پرسیدم که آیا من حج کنم برای سینا ممکن است؟ اون کس گفتن که سینا قاری قرآن بود. یکی از چند پاره قرآن هم کس تصویر کرده بود، مثلا زن و فرزند که نداشتن شما حق داره که برای حج کنید. برای شیخ ابوعلی ابن سینا پیرم که من هم اسرارش رو میخوانم هم تا عمر دارم کاری ابوعلی ابن سینا رو دوام میدیم. برای پیرم ابوعلی ابن سینا حج بدل کردم و هر سال من زیاده 5-6 بار ختم قرآن میفرمام برای پدر و مادر رحمتیم، برای شیخ ابوعلی ابن سینا بر روح پرمطوع رسول خدا میبخشم. ابوعلی ابن سینا دانشمند بزرگ، فیلسوف، متفکر، طبیبی حاذق است که راه‌های درمان بیماری‌های زیادی را به قول خودش بجز اجل یافته بود. و در سال 980 در بخارا به دنیا آمده در 57 سالگی درگذشته است. جرجانی میگوید که هر وقت مشکلی که پیدا میشد ابوعلی ابن سینا در وقت نماز عصر که خیلی وقتی قبول دعاها هست میگویند از عصر میخواندن همین قدر گریه میکردن که جای نماز تر میشد. یک مدت زمین خوابشان هم میبرده است. در همون خواب دیدن همون مشکلی که برای سینا بود حل میشد. حج بدل ادای حج از سوی یک مسلمان به جای مسلمان دیگر است که بر اثر مریضی یا دلیل دیگر نمیتواند به زیارت کعبه رود. حج بدل را اساساً در تاجیکستان فرزندان یا همسران به جای والدین و نزدیکان برجامانده یا فوتیده خود انجام میدهند. اما آدمی که میفرماید ایتنش که حج کنن باید عاجزی او کس تا موت ادامه دهد. اگر فوتیدگی باشد این عقیده اهل سنت و جماعت است که ثواب همون عبادت بخشیدن حق داره همون عبادت کننده. این گویا که لابراتوری خوردکی که من است دارو تیار میکنم. سعیدجان نادری که ادعا دارد دانشمند بزرگ سینا را اکنون حاجی ابوعلی ابن سینا کرده است، حالا از آن افتخار دارد که میان 10,000 پیروان و مخلصان زیارت خانه خدا از نام استاد و راهنمای طبیبان محض نصیب او شد. حج برای هر فرد مسلمانی که توان مالی دارد فرض است. هر سال از تاجیکستان 6,000 نفر به زیارت خانه خدا می رود. اگر بخش با زیارت یک دفعینه اکتفا کنند، گروه دیگر برای دریافت ثواب بیشتر یا به جای افراد دیگر تا 2-3 بار طواف کعبه می کنند.